مرز واسع الهی هر فرصتی را به ثروتی تبدیل کنم؟ چگونه میتونم به وصال محبوب برسم؟ چگونه میتونم به دنیای زیبایی ها برسم؟ نق نمیزنه بگه چرا دنیا اینجوریه، چرا خدا اینجوریه، چرا نمیدونم کسی من دوست نداره، چرا اینجوریه. او چرا نمیگوید. ولی لازمه این که این یک انسانی چراگو نباشد و این گونه و چگونه گو باشد و این گونه، لازمه اش داشتن روحیه خوب است. روحیه، احساس، امید، حرکت. به خدا انسان است روحیه‌اش. و اگر تو در این کلاس الهی اول روحیه عالی در خودت بسازی، اون فرشته زیبا خودش نشون میده، میاد بیرون از حجاب ها. چون هر وقت گرفتار و افسرده و غمگین باشی، تمام قابلیت ها و استعدادهایت در کنجی مخفی می شود و هرگز متجلی نمی شود و بروز پیدا نمی کند و تو به هیچ چیز نخواهی رسید. و آنجا که در دنیا از امید نشاط به یک روحیه زیبایی می رسی، به خدا اصلا نمیدونی چگونه این فرشته زیبا از دور نمایان می شود برای خودت و برای